left, getting close to victory. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. شروع ویدیو رو پر رو زدم. بعد از این گیم پلی اول ویدیو رو من اگه نمیذاشتم روزم شب نمیشد. من امروز داشتم کلا این گانه رو تست میکردم بیام براتون تجزیه و تحلیل کنم ببینم به درد میخوره یا نمیخوره. این اسکواد ایرانی هم بود. 5 دقیقه تو مپ افتاده بودن دنبال من. قشنگ 5 دقیقه افتاده بودن دنبال من. منم سولو اسکوادشون کردم، بعد اول ویدیو هم گذاشتم. یعنی من اگه اینو نمیذاشتم روزم شب نمیشد بچه‌ها. بگذاریم. خیلی فایت قشنگی بود، گفتم براتون بذارمش اول ویدیو با موزیک ببینید، خیلی روش حرف نزنم. بریم سراغ گان جدیدی که به بازی اضافه شده و من که خیلی دوستش دارم. باور کنید بچه‌ها وقتی نشستم پای گیم اولین بار از دراپم کشیدم، تقریبا تا الان یه چیزی هولوش 15 تا 20 مچ گرفتم دستم، همه چیزشو تست کنم بیام اینجا قشنگ براتون صحبت کنم که کامل ببینیم این گان چیه. آقا یه موقع بهتون میگم که بی خیال گان لژندری اکانتتون بشید، بی خیال گان مثلا 47 و M4 و گانای روتینتون رو بذارید کنار، یه گانی بردارید غیر از اینا باهاش پلی بدید. این همون گانه بچه‌ها، مطمئن باشید ضرر نمی‌کنه. بریم سراغ این گان. اول اینکه بریم آمارشو ببینیم، بریم بررسی آمارشو ببینیم بچه‌ها. دمیجش 34، دمیج خوبی داره، یعنی دمیجیه که نسبت به خیلی رایفل بالاتره، یعنی نسبت به بیشتریاشون. و اکورایسیش دقتش 74، رنجش یکم ضعیفه، رنجش ضعیفه، فایر ریتش هم پایینه، موبیلیتیش خوبه، کنترلش هم خوبه بچه‌ها. کلا این گان به نظرم یه حالتیه که میشه تو دسته SMG قرارش داد، چون رنجش هم پایینه، میشه تو دسته SMG قرارش داد. یه SMG مانندیه که فقط فایر ریتش پایینه. این فایر ریت پایینش شاید یه سریا رو اذیت کنه خب، ولی به نظرم اون دمیج 34 که داره یه مقداری تلافی این فایر ریتش رو در میاره خب. چون اگه فایر ریتش بالا بود که اصلا میشد گان متا و باف سگ بازی میشد، اصلا همه میگرفتن دستشون. ولی بچه‌ها اینم بهتون بگم، من همه جوره تستش کردم، همه جوره. حالا بهتون میگم تقریبا فکر میکنم 20 مچ رفتم براتون تا بتونم بیام قشنگ همه چیشو بهتون توضیح بدم. این گان هیپ فایرش تو فقط و فقط فاصله نزدیک. حالا براتون همه اینایی که دارم صحبت میکنم نمونه دارم گذاشتم براتون، میتونید ببینید. این گان فقط و فقط تو فاصله خیلی نزدیک، مثلا فاصله از اینجا تا همین باکسی که الان زدم، شاید نزدیک‌تر، تا یه مقدار دورشه، اصلا هیپ فایرش خوب نیست. هیپ فایرش اصلا خوب نیست تو اون فاصله. و تو این مثلا تو این فاصله هیپ فایرش خوب بود اگه من میزدم، عالی میزنه، یعنی عین SMG ها میزنه. ولی تو فاصله که دیگه از نزدیک دورشه دیگه هیپ فایرش به درد نمیخوره. پس ترجیحاً به نظرم اگه پلیری هستی که صرفاً بازیت روی هیپ فایر بسته شده، اصلا این گارو نگیر دسته، چون اذیتت میکنه. ولی اگه میتونی با ایم بازی کنی، میتونی ایمت خوبه، میتونی کنترل کنی گانو، میتونی لگدو خیلی راحت بگیری، این گان خوبیه، میتونی بگیری دستت لذتشو ببری. دمیجش به وسایل هم خیلی خوبه تو فاصله های مدیوم و نزدیک. کلا بچه اینو اینجوری بهتون بگم، این گان اصلا ساخته نشده واسه
رنج، یعنی واسه دور اصلا خوب نیست، فقط و فقط میدیوم و کلوز رنج، همین دوتا دیگه. تا آخر ویدیو نگم که کلا هر نکته راجبش میگم فقط راجب همین رنجه، چون رنج بالا اصلا به درد نمیخوره. این از این بچه‌ها هیپ فایرش رو بهتون گفتم. ببین هیپ فایرش اینجا الان بهتون نمونهشو براتون دارم. تو این فاصله موشو نگاه کن، موشو تو این فاصله جر میده، واقعا جر میده. یه لگد خاصی هم داره بچه، اینم بهتون بگم. ببین الان یه دونه لانگ هم براتون میزنم، ولی این تو این فاصله ها شما شاید اذیتتون کنه. این پلیر هم پلیر خیلی خوبی نبود، اگه پلیر خیلی خوبی بود قطعا شاید منو میزد، حالا کاری به این ندارم، ولی تو اون فاصله اصلا نگیرید دستتون فکر کنید. این از این آیرون ساید خوبی داره به نظر من نسبت به چرا نگاه کن از زمین و هوا نمیاد. آیرون سایدش خیلی خوبه بچه، آیرون سایدش واقعا فوق العاده است، اصلا بازه، یعنی چیزی نداره که دور و برش بسته باشه، کامل همه جا رو یعنی ایم بگیرید میتونید ببینید. یکی از مزیت‌های بزرگش همینه که اصلا دور و بر آیرون سایدش چیزی نداره، و اینکه یه حس باحالی داره کلا بچه. صدا تیرش هم خیلی باحاله، من خودم با صدا کلا با طراحی و صدا گذاریش و این سیستمش خیلی حال کردم. یعنی از اون گانایی که میگیری دست دوتا کیل میگیری عشق میکنه. یعنی من به یه جایی رسیده بود اون همه گان لجند و اینا رو ول کرده بودم، فقط امروز داشتم با این بازی میکردم. البته خب از اون طرفم بگم بچه‌ها، من یه گانی میخوام بیام بهتون معرفی کنم، گانه جدید بازی باشه، میرم واقعا توی گانو در میارم، اینقدر به خودم فشار میارم، اینقدر خودم به قول گفتنی میمیرم و فایت میدم و سولو اسکواد میرم داخل اسکواد و مثلا راش خرکی میدم و راش مثلا منطقی میدم و اینجوری مثلا وای میستم توی سری رنجا تست کنم، همه جوره میرم براتون تست میکنم که وقتی میام ویدیو رو براتون میسازم دیگه شما نیاز نباشه برید گانو بگیرید دستتون، بدونید که مثلا دیگه خیلی راحت بدونید مثلا این گان اینه دیگه قضیهش، و خیلی راحت بتونید استفاده کنید. یه جورایی در زمان شما من صرفه‌جویی میکنم دیگه، وظیفه‌مونه دیگه آقا، دیگه منتی هم نیست آقا. ولی در کل فوق العاده است گانش، من خیلی لذت بردم و دیگه میدونی سیزن به نظرم یه همچین چیزی کم داشت، یعنی چند وقتی بود یه تنوع خیلی عجیبی نیاز داشت، به نظرم اون تنوع همین گانه. امیدوارم که بتونید استفاده کنید و لذتش ببرید. بعضی موقع باید واقعا از بازی لذت ببری، همین گانه. خلاصه اینکه بچه اون فایت اول بازی هم که یعنی واقعا اگه من اون فایتر رو نمیذاشتم و روزم شب نمیشد، واقعا روزم شب نمیشد. یعنی ببین اینم واسه این رنج خوبه، هیپ فایرش تو این رنج واقعا فوق العاده است. ببین اون داشت هیپ فایر میزد، منم داشتم هیپ فایر میزدم، ولی من یکی دو جا حتی تو دیوارم تست کردم، یعنی به سمت دیوار شلیک کردم، دیدم که هیپ فایرش خیلی جمع میزنه، انگار یه حالت مثلا اتچمنت روش چیده باشی داره جمع میزنه دیگه. اینم از گان ماه دیگه بچه‌ها، احتمالاً این بعد بگیرم دستم، یعنی بشه پای ثابت گانای دراپم، یعنی در این حد خودم ازش لذت بردم که گذاشتم تو دراپم ثابت. فکر کن من مثلا فنکمو از تو دراپ برداشتم اینو گذاشتم جاش، در این حد دیگه. چه خبره بچه، چی کارا میکنید؟ لایک ویدیو یادتون نره، خدایی شاید خیلی زمان گذاشتم این ویدیو رو بسازم، یعنی سردرد خالصم الان که ویدیو رو دارم صدا گذاری میکنم، واقعا سرم دیگه درد گرفته انقدر بازی کردم تستش کردم اینا. امیدوارم که خوشتون بیاد، یه دونه لایک بکوبید مشتیا، یه دونه کامنت هم برامون بذارید انگلیسی، یکم به قول گفتنی ببینیم میتونیم این میتونیم لایکامونو برگردونیم یا نه، که به قول گفتنی با یوتیوب مقابله کنیم. اینم از ویدیو امروز بود بچه‌ها، امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیوی بعد، let's go.